مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره صدمه خبر داد که همه قربانیانش هم راننده و یک مسافر هلاک شده و هم دو مسافر دیگر مجروح زنان و دخترانند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی روز 29 نوامبر سال 2023 تقریبا ساعت 12:30 راننده автомашین تمغه هیوندای اوانت نوردین و معظمه سال تولدش 1983 ساکن نویه سپتامین هنگام حرکت از سمت شهر خوجند به سمت شهر دوشنبه در کیلومتر 66 شورای دوشنبه خوجند در حدود جماعت دیهات زدیه نویه ورزوب از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده است و در نتیجه ماشین او به نشیبی کنار را به مسافه 600 متر چپ شده است. در نتیجه خود راننده نوردینووا و مسافرش اوتابوی و رخشانه سال تولدش 2004 ساکن نویه سپتامین جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافران دیگر این ماشین از جمله خواهر راننده نوردین و ملکه سال تولدش 1984 و نوبالغ محمد جان و اصیله سال تولدش 2011 ساکنان نویه سپتامین با جراحت‌های گوناگون جسمانی در بیمارخانه بستری گردیدند. تحقیق حادثه مذکور ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آورش پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.